درود، عرض ادب و احترام خدمت رفقای جان. چطورید؟ امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه. این معاملاتی که میبینید معاملات بنده توی تاریخ هفته دوم جولای سال 2025 که بر اساس سیستم معاملاتی تایمینگ مستری گرفته شده. تایمینگ مستری یه مجموعه 10 قسمتیه که برگرفته از مباحث ICT. اگه شما میخواید که یه همچین معاملات با کیفیتی داشته باشید، پیشنهاد میکنم که این مجموعه رو دنبال کنید و با ما همراه باشید. و من توی این ویدیو میخوام هفته گذشته و هفته گذشتهش رو بررسی کنم و این استراتژی رو بک تست بگیرم. پس شما هم تا آخر این ویدیو اگر دوست دارید همراه ما باشید. خب ما اومدیم روی چارت که این 2 هفته گذشته رو با هم دیگه بررسی کنیم. ویدیویی که قولشو به خیلی‌ها داده بودم. و یه چیزم بگم، من توی این ویدیو قرار نیست این سیستم معاملاتی رو معرفی کنم یا در موردش صحبت کنم. ما صرفا میخوایم بررسی کنیم، چون واقعا گنجاندن 10 تا ویدیو توی این ویدیو یه کار غیر ممکنه و اصلا خیلی غیر اصولی میشه. پس ما صرفا میخوایم یه بررسی داشته باشیم مثل همه مارکت ریویو های دیگه و بایس و معاملات رو بیایم با هم دیگه پیدا کنیم و یه برآیندی نسبت به استراتژی توی 2 هفته گذشته داشته باشیم. پس من اولین کاری که میکنم طبق روال همیشه میام سعی میکنم که بایس رو پیدا کنم. پس برای این کار ریپلای مودو میذارم روی دوشنبه. روی شاخص دلارم میام من همین کار رو انجام میدم و شروع میکنم به پیدا کردن بایس. اولین کاری که میکنم اینه که میرم تایم فریم بالاتر یعنی ویکلی رو چک میکنم. توی ویکلی چه اتفاقی افتاده؟ ما یه حرکت صعودی داشتیم که این نقدینگی رو مصرف میکنه، برمیگرده به اوردر بلاک، برخورد میکنه و به سمت بالا حرکت میکنه. توی این کندل من انتظار میتونم داشته باشم که به این لول برسم، اما توی کندل بعدی این اتفاق نمیفته. اما چیزی که باز مشخصه اینه که من دارم یه واکنش رو از سمت بالا میبینم. پس انتظاری که دارم توی ویکلی اینه که به سمت این 2 تا لول حرکت کنه. پس تایم فریم ویکلیم تحلیلش میشه این که به سمت این 2 تا این FVG، یعنی این 2 تا لول منظورم که هم این FVG هم 50% FVG. پس ایدم برای ویکلی اینه که به سمت پایین حرکت میکنم. میام تایم فریم دیلی و شروع میکنم که بررسی کردم. پس من اینو یه نامگذاری بکنم، اینجا یه W بذارم و بیارمش سمت راست. خب اتفاقی که افتاده چیه؟ توی دیلی یه حرکت صعودی داشتم، به یک آرایه اینجا برخورد کردم. حالا اصلا مهمم نیست آرایش چیه، مشخصا خاصیت داره که ما یه همچین واکنشی گرفتیم. به سمت پایین حرکت کردیم، به یه بلاک به یک FVG برخورد کردیم. FVG ها خاصیت دفع شوندگی ندارن، پس کماکان انتظار من یه انتظار حرکت نزولیه. اتفاقی که افتاده چیه؟ اینه که زمانی که به سمت بالا حرکت کردم اینجا یه سوینگ داشتم و الان هم یک سوینگ دارم. خب ما گفتیم که زمانی که 2 تا سوینگ پشت سر هم شکل بگیره دیگه انتظاری گرفته شدن این کف برامون یه مقداری غیر ممکنه. اوکی، گفتیم که اگر این اتفاق بیفته اول به سمت این لول و شاید این لول حرکت کنیم و بعد بیایم به سمت پایین. اوکی، پس اتفاقی که میفته اینه که برای روز دوشنبه من ایده یک حرکت صعودیه. چرا؟ چون این کندل سبز تقریبا 50% این کندل رو کلوز داده. پس میتونم انتظار داشته باشم که به سمت بالا حرکت کنم. پس برای یورو یه ایده صعودی دارم. میام روی دلار رو هم بررسی میکنم چون یه مقداری برام شک برانگیزه، چون که این حرکت از برخورد به آرایه‌ای نیومده. میخوام ببینم که آیا حرکت صعودی من منطقی هست یا نه. میام دلار رو بررسی میکنم، یه مقدار عقب‌تر نگاه میکنم، هیچی نیستش و یه حرکت نزولی داشتم، قیمت برگشته به یه FVG برخورد کرده. زمانی که برخورد کرده واکنش گرفتم. خب اما مشکل اینجاست که FVG یا خاصیت دفع شوندگی ندارن. پس من نمیتونم بگم که این واکنش ها از FVG اومدن. اوکی، حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ اینه که روی شاخص دلار من این کندل مشکی نتونسته حتی 50% این کندل سبز رو کلوز بده. اوکی، پس متوجه میشم که مومنتوم من کماکان یه مومنتوم صعودیه. این یک بحث دوم چیه؟ اینه که من زمانی که این FVG رو فیل میکنم توی این کندل سبز و به یک اینورژن فیل ولیو گپ تبدیل میشه،
توی این کندل بهش برخورد میکنم و از پایین واکنش میدم. زمانی که این واکنش رو میبینم دیگه میگم اوکی شاخص دلار احتمال اینکه به سمت بالا حرکت بکنه هست. اوکی، پس این تاییدیه من از بسته شدن یه دونه FEGه. اوکی، پس دلار میگه من میخوام به سمت بالا حرکت کنم. زمانی که دلار میخواد به سمت بالا حرکت کنه، یورو به سمت پایین حرکت میکنه. زمانی که اینجوری ما داریم به چارت نگاه میکنیم متوجه میشیم که این واکنشی که ما به این اوردر بلاک دادیم تقریبا یک واکنش معتبره. اوکی، و میتونیم بگیم که این سوینگی که اینجا برای من ایجاد شده سوینگ معتبری نیستش، چون شاخص دلار به قدری صعودیه که میتونه سناریو نزولی من رو تایید کنه. پس من این واکنش رو در نظر میگیرم برای اینکه بخوام تحلیل کنم. میگم که اوکی روز دوشنبه به این دو سوینگ اهمیتی نمیدم و انتظار یک حرکت نزولیه. یک کندل میام جلو، یک کندلم توی شاخص دلار میام جلو. اتفاقی که افتاده چیه؟ اینه که من با یک کندل خیلی قوی به این FEG رسیدم و یه واکنش دادم. توی شاخص دلار چطور؟ من به این بلاک برخورد کردم و باز هم یه مقداری واکنش دادم. از طرفی به این FEG رسیدیم. میتونیم انتظار داشته باشیم که اگر مجدد بخوایم به سمت 50% این FEG حرکت کنیم، اول یه بالا بزنیم و به بلاک برخورد کنیم و بعد به سمت پایین حرکت کنیم. همین ایده‌ای که روی یورو دارم رو شاخص دلار هم داره تایید میکنه کاملا. اوکی، پس ایدم برای کندل بعدی یه کندل صعودیه. زمانی که کندل بعدی شکل میگیره، البته من علامتش بزنم، زمانی که این کندل شکل میگیره من به یه بلاک برخورد میکنم، کاملا واکنش میدم. دیگه اینجا اصلا لازم نیست بیام شاخص دلار رو بررسی کنم و احتمالا کندل بعدی یه کندل نزولی خواهد بود با دیدن این واکنش. پس کندل بعدی یه همچین شکلی میشه. اوکی، حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ اتفاقی که افتاده اینه که من یه سوینگ اینجا دارم، یه سوینگ هم اینجا دارم. اوکی، از طرفی به یه نقدینگی داخلی برخورد کردم و تقریبا واکنش دادم. یعنی درسته من هنوز حتی 50% این کندل رو هم کلوز ندادم، اما من دارم شادوها رو از پایین میبینم. پس میتونم انتظار داشته باشم که چون دو تا سوینگ پشت سرم شکل گرفته، کندل بعدی به سمت بالا حرکت کنه. اوکی، ما با شکل کندل کاری نداریم، میریم تا این فرم پایین ترش، الان معاملاتش هم بررسی میکنیم و یه همچین کندلی میشه. پس بایس هم برای روز پنجشنبه یه بایس صعودی بوده که زمانی که این کندل بسته میشه به قدری من از این نقدینگی پایین واکنش گرفتم که میتونم چشم بسته بگم که به سمت بالا حرکت میکنم. درسته؟ و میام شاخص دلارم میبینم ببینم که آیا ایده منو داره تایید میکنه یا نه. میبینم که بله تایید میکنه. یعنی زمانی که من به این نقدینگی برخورد کردم واکنش دادم، اما شادو پایین از واکنش به هیچی بوده. ما اینجا یه دونه بلاک داشتیم که زمانی که بهش برخورد کردیم یک بار واکنشش رو داده. پس دیگه این بلاک برای ما اهمیتی نداره. پس میتونم بگم شادو پایین از هیچی اومده، شادو بالایی که اهمیت داره. و زمانی که من توی شاخص دلار بخوام به سمت پایین حرکت کنم، نمودار یورو به سمت بالا حرکت میکنه. پس بایسم برای جمعه 11 جولای یه بایس صعودیه. اینا رو پاک میکنم و مجدد میرم تایم فریم ویکلی، چون که هفتم تموم شد. توی تایم فریم ویکلی میبینم که من حالا به اون لولی که برخورد کردم کاملا واکنش دادم. یه اوردر بلاک برای من اینجا تشکیل شده چون FEG داره از شادو میگیریم و 50% این FEG. دو تا سناریو دارم، یا اینکه مستقیم به سمت این لول حرکت کنم یا اول به سمت بالا حرکت کنم و بعد به سمت پایین حرکت کنم. چرا اصلا ایده ی حرکت نزولیه؟ چون از یه لولی من واکنش گرفتم. زمانی که واکنش گرفتم دیگه نمیتونم انتظار داشته باشم که ویکلی به سمت بالا حرکت میکنه. درست؟ اوکی، پس ایدم توی ویکلی اینه که به سمت پایین حرکت میکنم. دو تا هم سناریو دارم، یا به آبی که میشه اوردر بلاک ویکلی برخورد کنم و بریزم، یا مستقیما بریزم. حالا ما که نمیدونیم، میام تایم فریم پایین تر المان های دیگر رو بررسی میکنیم. برای دوشنبه چه ایده ای میتونم داشته باشم؟
برای دوشنبه من زمانی که کندل جمعه رو نگاه میکنم میبینم که ما به یه نقدینگی خارجی برخورد کردیم و واکنش داریم توی این کندل. این کندل تقریبا برای من به یه ریجکشن بلاک تبدیل شده چون شادوش بزرگ، بادی کوچیکه. درست. توی کندل بعدی به 50% و خود این ریجکشن برخورد میکنیم و واکنش میدیم. اما نکته ای که هست اینه که من از بالا به این بلاک هم برخورد کردم. درست. و از بالا هم واکنش دارم، یعنی من دارم واکنش رو از دو طرف میبینم. پس میتونم اینجا بیام و از شاخص دلار کمک بگیرم که ببینم چه ایده‌ای بهم میده. توی شاخص دلار چه اتفاقی افتاده؟ من از پایین بدون واکنش به سمت بالا حرکت کردم، یعنی این حرکت صعودی بدون منبع بوده. پس زمانی که حرکت من منبع نداره، من احتمال اینکه برگردم به این بلاک هست و بعد اگر بخوام به سمت بالا حرکت کنم که ایده حرکتم روی دلار هم به سمت بالا دیگه، چون ویکلی میخوام به سمت پایین حرکت کنم. پس برگردم به بلاک و بعد از اینکه برگشتم به بلاک بعد به سمت بالا حرکت کنم. اوکی. پس برای دوشنبه روی دلار نزولی هم نزول من داره واکنش پایین من رو تایید میکنه. پس برای دوشنبه انتظارم یه حرکت صعودیه. اوکی. گفتم حالا ما به شکل کندل کاری نداریم، انقدر این کندل نزولی بسته میشن شاید برای کسی که اولین بار داره مثلا مجموعه ما رو میبینه فکر میکنه که بله کل امروز مثلا نزولی شده، در صورتی که همجوری که میبینید مثلا اینجا ساعت 2 یه حرکت صعودی خیلی خوب به ما داره. اوکی. حالا اینا رو بررسی میکنم. عرضم به خدمتتون که چه اتفاقی اینجا افتاده. ما توی این کندل دوشنبه، خب یه کندل هم روی دلار بیام جلو. خب دوشنبه همینجوری که میبینید کاملا یه کندل صعودی بسته شده، یعنی همون انتظاری که داشتیم تایید شده، یعنی اومده به بلاک برخورد کرده و حرکت صعودی درست شده. پس روی دلار من صعودی ام. پس میام نمودار یورو رو بررسی میکنم که ببینم آیا ایده حرکت صعودی من روی دلار رو تایید میکنه یا نه. میام روی نمودار یورو به سمت پایین حرکت کردم، برگشتم به سمت بالا، اومدم پایین، بلاک تشکیل شد، به بلاک برخورد کردم و واکنش دادم، مجدد نقدینگی خارجی رو مصرف کردم. زمانی که این نقدینگی مصرف شد توی این دو تا لول من واکنش گرفتم از این نقدینگی. اما اتفاقی که میفته زمانی که کندل روز دوشنبه بسته میشه و یه همچین کندلیه، من متوجه میشم که این واکنش معتبری نبوده. چرا؟ چون الان خب سرور من روی اواندا دوشنبه با گپ باز میشه. خب اما اگه برم روی سرور forex.com یا FXM ببینم، دوشنبه یه همچین کندله، یعنی یه همچین کندله با بادی بزرگ و شادوهای کوچیکه که من متوجه میشم این نقدینگی داخلی یا خارجی به قدر کافی قدرت نداشته که بتونه منو به سمت بالا حرکت بده و واکنشمون فیل شده. زمانی که این واکنش فیل میشه توی این کندل متوجه میشم که میخوام به سمت پایین حرکت کنم. پس برای روز بعدی یعنی سه شنبه انتظار حرکت نزولی دارم که حرکت نزولی من رو شاخص دلار هم داره تایید میکنه. پس کندل بعدی کندل نزولیه، یعنی من انتظار یه حرکت نزولی دارم. اوکی. و بیایم بررسی کنیم کندل بعدی رو، یعنی بایسش رو بررسی کنیم برای روز چهارشنبه 16 جولای 2025. ببینیم که چه انتظاری میتونیم داشته باشیم. این حرکت نزولی، یعنی زمانی که ما یه همچین کندلی با بادی خیلی بزرگ بستیم، خب حالا میگم بادیش توی این روز معلوم نیست، اما زیر این بلاک کلوز دادیم و به این بلاک برخورد کردیم و یه همچین کندل بزرگی رو داریم. اوکی. زمانی که این کندل رو من دارم میبینم میگم که مومنتوم توی حرکت نزولیه. اوکی. و چون این کندل از یه واکنش اومده، یعنی از یک منبع معتبر اومده، دیگه انتظار ندارم که مثلا به سمت بالا حرکت کنم و بعد بیام به سمت پایین. کاملا انتظارم یه حرکت نزولیه. من این افیجی ویکلی رو کلا پاک کنم چون که دیگه ازش رد شدیم و دیگه یعنی هیچ انتظاری ازش نداریم. اوکی. پس ایدم برای یورو یه حرکت نزولیه. میام نمودار شاخص دلار رو بررسی میکنم. البته یک کندل باید بیام جلو و بعد بررسیش کنم. به سمت پایین حرکت کردیم، برگشتیم به سمت بالا. همه این حرکت ها مثل این کندلی که دارید میبینید از واکنش اومده و کندل بعدی باز مجدد به سمت بالا حرکت کرده. پس حرکتمون با واکنشه، پس انتظار یه حرکت صعودی دارم. حالا چیزی که هست توی این لیگ، یعنی
اینجا من یه دونه FG دارم، حالا زیاد تفاوتی هم نداره که از این شادو بادی بگیرید یا از شادو، زیاد فرقی نداره. و اینجا هم یه دونه بلاک دارم. خب زمانی که من به این دوتا لول برخورد میکنم هیچ واکنشی نمیدم، یعنی مومنتوم توی شاخص دلار یه جوریه که انگاری من میخوام به سمت این لول حرکت کنم و برسم به این لول. و پس انتظاری که میتونم داشته باشم اینه که باز به سمت بالا حرکت کنم. پس ایده ی حرکت صعودی روی شاخص دلار، ایده ی حرکت نزولی من روی نمودار یورو رو تایید میکنه. یک کندل میام جلو، یک کندلم از این ور میام جلو. من علامت اینو بزنم که میخوایم به سمت پایین حرکت کنیم و مجدد میخوام بررسی کنم برای روز بعدی، یعنی روز پنجشنبه چطور من به سمت پایین حرکت کردم، به بلاک برخورد کردم که یه همچین واکنشی دادم. این اوردر بلاک هست و این اوردر بلاک. به آرایی برخورد کردم، از طرفی به 50% این رنج برگشتم. زمانی که برگشتم به آرایی برخورد کردم، واکنش دادم. پس برای کندل بعدی انتظاری حرکت صعودی برام منطقیه. روی نمودار دلار چطور؟ به بلاک برخورد کردم. این بلاک اگه اینو پاکش کنم، آره این بلاک برخورد کردم، واکنش دادم، بیشتر از 50% کلوز دادم. پس احتمالا به سمت پایین حرکت کنم. شاخص دلار داره یورو منو تایید میکنه، پس به سمت بالا میتونم حرکت کنم. حالا به شکل کندلش گفتم کاری نداریم. عرضم به خدمتتون که یه همچین کندلی که زمانی که بسته میشه، من دیگه مشخصا میدونم که این بلاک ها نتونستن جلوی حرکت قیمت رو بگیرن. پس برای روز جمعه انتظارم برای حرکت قیمت یه کندل نزولیه. این یورو، بحث دلار رو هم اگر ببینیم باز میبینیم، یعنی ما به یه بلاک برخورد کردیم، اولش واکنش گرفتیم، اما توی کندل بعدی کاملا این واکنش فیل شد و یه کندل صعودی سبز بسته شد. روی یورو هم همینه. پس بایستم برای کندل بعدی یه کندل نزولیه که ادامه دهنده باشه و به سمت پایین حرکت کنه. من بایسا رو علامت زدم. الان میخوایم با هم دیگه بریم تایم فریم پایین تر و معاملاتش رو بررسی کنیم. خب بایسا رو ما مشخص کردیم. ریپلای مود رو گذاشتم روی کندل سه‌شنبه که کندل دوشنبه رو بتونم کامل ببینم. میام تایم فریم پایین تر، یعنی 5 دقیقه زون های معاملاتی رو مشخص میکنم، یعنی من بهترین معامله رو فقط نشون میدم و بعد دیگه معاملات بعدی کاریه که شما باید انجام بدید. پس ساعت 1:30 رو مشخص میکنم، همونی که طبق قراردادی که با هم دیگه داشتیم قرار شد که فقط توی این تایم بخوایم معامله بزنیم. اوکی، این ساعت 1:30. توی ساعت 1:30 چه اتفاقی افتاده؟ من اومدم و به آرایی برخورد نکردم. اوکی، توی کندل بعدی ساعت 2 اومدم و زیر همه این اوردر بلاک ها بستم که بهترینش میشه این اوردر بلاک، که توی کندل ساعت 3 من میتونم که به دنبال سایکل AMD باشم. پس تایم فریم هم میذارم دوباره روی 5 دقیقه و میام عقب‌تر و شروع میکنم به دیدن سایکل AMD. بعد از این که به این لول برخورد میکنم، اینجا ساعت 3 زمانی که به سمت بالا حرکت میکنم، من دارم لگ اول سایکل منیپولیشن رو میبینم. پس رفتم پرقدرت بوده، برگشتم پرقدرت. زمانی که برمیگرده من شروع میکنم به واکنش ها رو بررسی کردن. این ریجکشن بلاک جاییه که شما میتونید توی این کندل معامله بزنید. اگر معامله نزدید یه حرکت نزولی داریم که شیفت 5 دقیقه داره. توی همه اینا من توضیح دادم که انتظار داریم که برگردیم به 50% و زمانی که به 50% شیفت 5 دقیقه برمیگردیم، یه دونه اینترمدییت که بشه این اینترمدییت برای من پرقدرت شکسته بشه که بتونم وارد معامله بشم. این اینترمدییت از FVG اومده، از این FVG. پس زمانی که این شکسته میشه من وارد معامله میشم. اینجا یه دونه معامله میزنم، استاپ هم میذارم طبق مباحث. عرضم به خدمتتون که 64 میذارمش روی 74 اینجا و سعی میکنم اولین نقدینگی که بعد از ریوارد 2 هست و معامله رو ببندم. این یه نقدینگی، اینم یه نقدینگی. پس این نقدینگی ها رو علامت میزنم. اولین نقدینگی بعد از ریوارد 2 میشه این نقدینگی که میتونم من طبق مباحث تایمینگ مستری همچین معامله ای رو
داشته باشم. پس همین دیگه معامله بعدی رو بررسی نمی کنم. این کاریه که شما باید انجام بدید. من پاکشون میکنم، تایم فریم هم میذارم بالاتر و میرم برای روز بعدی. پس بایسمون درست بوده روی روز دوشنبه. با اولین معامله هم میتونستیم که 3 خورده ریوارد رو بگیریم، چون من قرار نیست ریوارد رو بشمارم، اصلا در مورد اینا صحبت نمی کنم. دارم یه بررسی که جنبه آموزشی داره است و انجام میدم. برای فردا بایسمون سعودی بوده. تایم فریم هم میذارم پایین‌تر. تایم فریم هم میذارم پایین‌تر و میام ساعت 1:30 رو علامت میزنم. اینجا ساعت 1:30 است. میام تایم فریم 1 ساعته و شروع میکنم به بررسی کردن. ساعت 1:30 یعنی این کندل که ساعت 1:30 شروع میشه، توی کندل بعدی من به این ریجکشن برخورد میکنم. اتفاقی که افتاده چیه؟ این کندل ساعت 1 باز شده. آرایه هامو میام علامت میزنم. یه دونه نقدینگی اینجا دارم، 50% این ریجکشن هم هست، اما این ریجکشن به FG خورده، اما با تعریفی که ما از FG داشتیم فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم که ریجکشن باید یک کندلی باشه که بادیش کوچیک باشه. این بادی بزرگه، شادو هم بزرگه، پس این برای ما ریجکشن حساب نمیشه. اما اتفاقی که افتاده، قیمت دقیقاً حرکت اصلیشو از همین ریجکشن شروع کرده. ما با این ریجکشن کار نمی کنیم، پس سعی میکنیم ازش استفاده نکنیم. حالا اتفاقی که افتاده، زون اول حرکت اصلی اتفاق افتاده، ما قرار نیست با این آرایه کار کنیم و میریم توی زون دوم و سعی میکنیم که معامله بزنیم. توی زون دوم من میام آرایه ها رو علامت میزنم. دوستان توی پیدا کردن آرایه خیلی 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 باید تمرین کنید و کار درست بشید، چون که پیدا کردن آرایه خیلی اهمیت داره. من اینجا یک محدوده داشتم که بلاک بود، 50%ش بود و نقدینگی بود. اینجا هم که یه دونه نقدینگی دارم. از ساعت 7:30 به بعد انتظار دارم که به اینا برخورد کنه و ازش واکنش بگیرم. اینجا ساعت 7:30 است. قیمت به سمت پایین حرکت میکنه، به این آرایه برخورد میکنه و میخوام مدل های ورود رو ببینم. اینجا حرکت رفتم پرقدرت، اینجا ریجکشن درست میشه، تو برگشت به این ریجکشن اینجا من میتونم یه دونه معامله بزنم. پس من دیگه تایم فریم پایینترش رو بررسی نمی کنم، چون میدونم و مطمئنم که اینجا بهم یه دونه معامله رو میده. اوکی، اینجا یه معامله میزنم، سرنوشتش اینه که برمیگرده استاپ میزنه. اما من توی سیستم معاملاتون گفتم که میتونم 2 تا معامله هم داشته باشم و هیچ مشکلی نداره. به سمت پایین حرکت میکنم، اینجا اینگالف میده، اما اتفاقی که افتاده اینه که فیل میشه. زمانی که فیل میشه اینجا CISC میده. تو CISC انتظار داریم که برگرده به 50%، بر نمیگرده، کماکان به سمت بالا حرکت میکنه و زمانی که برمیگرده به 50% توی این محدوده هم به من شیفت 1 دقیقه مشخصا نمیده. و زمانی که برمیگرده من متوجه میشم که تازه این حرکت من شده اکومولیشن، این حرکت من میشه مینیپولیشن. اوکی، توی حرکت مینیپولیشن من لگ اولم خیلی با قدرت خوبه و ما یکی از ایده هامون این بود که بتونیم مومنتوم رو توی این لگ ها ببینیم. زمانی که این به سمت پایین حرکت میکنه و یک کندلی با شادو بلند درست میکنه، توی کندل بعدی ما میتونیم بریم تایم فریم 1 دقیقه و از این شادو به عنوان آرایه استفاده کنیم. اگر هم خواستیم بیشتر مطمئن بشیم، وای میسیم که این کندل کلوز بده، بالا این کندل کلوز داده با بادی، پس میشه که CISC. توی CISC انتظار داریم قیمت به 50% برگرده و بعد معاملش رو بزنیم. من 50% این لول رو علامت میزنم و میام تایم فریم 1 دقیقه. همینجور که میبینید من گفتم اینجا به من شیفت 1 دقیقه نمیده که معامله بزنم. اینم گفتم تایم فریم 1 دقیقه من نشونش بدم. برگشتیم به سمت پایین. اولین اینترمدییتی که هست اینجا یه FG خیلی فکر کنم کوچیک دارم، البته میشه حسابش هم نکرد، مشکلی نداره. اتفاقی که میفته اینجا برای من یه دونه اینترمدییت درست میکنه که با شکست این اینترمدییت اینجا میتونم معامله بزنم. یعنی من اینجا معامله بزنم، استاپمو بزنم اینجا. گفتم من استاپمو نسبت به اون جایی که وارد میشم نمیسنجم، نسبت به جایی که درسته میسنجمش. پس این محدوده میشه 54 پیپ، میذارم روی 64. اینم ستش میکنم اینجا.
اوکی، پس من میتونستم یه همچین معامله‌ای بزنم برای زون دومم بعد از یه دونه استاپ و 3.31 هم به من ریوارد میداد. پس اینا رو پاک میکنم، تایم فریم هم میذارم دیلی، میریم برای روز بعد. روز بعدی بایسمون نزولیه. اوکی، پس من علامتش میزنم، میام تایم فریم 5 دقیقه. ببینید چقدر من دارم این کار رو تکرار میکنم و بررسی میکنم. شما هم دقیقا هر روز باید این کارا رو انجام بدید. ساعت 1:30 علامت میزنم، میام تایم فریم 1 ساعته و شروع میکنم به پیدا کردن آرایه ها. چیا دارم؟ این بلاک مصرف شده، کل این حرکت صعودی برای من میشه یه دونه اوردر بلاک. اینجا هم یه دونه ایکوال های رو دارم که میتونم انتظار داشته باشم قیمت بهش برسه و واکنش بده. پس یه مینتر شولد اینجا دارم و یه ایکوال های که قیمت زمانی که به همین مینتر شولد برخورد میکنه واکنش میده بهم، اینجا ریجکشن میده. تو کندل بعدی میتونم برم تایم فریم 1 دقیقه و یعنی من اگه ریجکشنش رو مشخص کنم، خب و یه ذره بکشمش جلو، یعنی اینجا. از اینجا به بعد زمانی که من این مومنتوم صعودی رو میبینم و این ریجکشن رو میبینم میتونم انتظار داشته باشم برم 1 دقیقه و اینترمدیت بشکنم و معامله کنم. اینجا برمیگردم به این ریجکشن و انتظار دارم که یه اینترمدیت برای من بشکنه. میخوام ببینم که این سوینگ از برخورد به این فیجی بوده یا نه، که بوده. پس این میشه برای من یه دونه اینترمدیت. زمانی که پرقدرت میشکنه من وارد معامله میشم. معاملم اینجا، استاپم روی 5 پیپه. اوکی، و میتونم یه همچین معامله‌ای بگیرم. تیپی من بذارم این کف که 4.6 تا ریواردم به هم میده. البته نمیدونم، فکر میکنم ما جلوتر هم اینجا یه نقدینگی یه ساعته داشته باشیم که نه نداریم. همین نقدینگی اینجا کافیه که اینجا بهش میرسه. پس برای روز چهارشنبه هم یه همچین معامله ای رو میتونستیم بگیریم. 4.6 تا بهمون ریوارد میداد. زون دوم معامله میداد یا نمیداد رو کاری نداریم. تایم فریم هم میذارم بالاتر، میریم برای روز بعدی. چون که کامل توی مارکت ریویو های قبلی من در مورد این سیستم معاملاتی کامل صحبت کردم و بررسی ها رو انجام دادم. برای روز پنجشنبه 10 جولای 2025 انتظار یه حرکت صعودی دارم. اوکی، فکر میکنم اینجا سیستم معاملاتیمون کار نکنه. آره خب مشخصا اینجا ساعت 1:30 است، اینجا هم ساعت 7:30. اوکی، من دیگه نمیخوام وقت ویدیو گرفته بشه. اینجا قطعا یه نقدینگی یه ساعت است که بهش برخورد میکنه و واکنش میده و برمیگرده حساب میزنه. دوباره توی زون بعدی اینجا یه دونه ایکوال دارم که اینجا بهش برخورد میکنه و بعد از اینکه واکنش میده برمیگرده و حساب میزنه. پس این روز 2 تا معامله میشد داشته باشیم که جفتش هم استاپ بود و هیچ مشکلی هم نداره. سیستم ما توی 3 روز گذشته کار کرده، این روز کار نکرده، پس اهمیتی نداره. و بعد از دیدن این واکنش میتونستیم انتظار داشته باشیم که فردا صعودی باشه. پس بایسمون صعودی بوده. کندل من نشون میدم، میرم تایم فریم پایین تر یعنی 5 دقیقه، ساعت 1:30 رو علامت میزنم و خب مشخصا بایس درست بوده، فقط باید بریم معاملاتش رو بررسی کنیم. میام تایم فریم 1 ساعته و اتفاقی که افتاده چیه؟ اینی که این کندل ساعت 1 زمانی که این کندل به سمت پایین حرکت میکنه به لولی برخورد نمیکنه. این کندل بالای این بلاک ها میبنده. اینجا بلاک دارم، اینجا هم بلاک دارم. پس توی این حرکتی که به سمت پایین میخواد حرکت کنه من صرفا یه واکنش ببینم و معامله بزنم. اوکیه، اینو پاکش کنم، یه دونه بیام جلو که کندلات هم پایینش ریست بشن. امان از اینترنت. خب اینجا الان من میخوام برگردم به اینا، سایکل AMD رو ببینم. اینجا برمیگردم AMD رو میبینم توی این حرکت. اگر شیفت 1 دقیقه بده برمیگردم و معامله میزنم. اتفاقی که میفته اینجا شیفت 1 دقیقه پرقدرت نمیده، یعنی اینجا من یه شیفت پرقدرت رفت و برگشت میخوام که نداره. اصلا من اینترمدییت من میشه نزدیکترینش میشه این لول که اینا شکسته نمیشن. پس مشخصا اینجا واکنش به هم نمیده. اینجا دوباره واکنش میگیرم، برگردم به 50%، اینجا برمیگردم. پس من سعی میکنم همینجا یه معامله رو داشته باشم. اینجا که
واکنش میدم انتظار دارم برگرده به 50% که برمیگرده و این سوینگو برای من میشکنه. توی این کندل میتونم وارد بشم. فاصلم از اینجا تا استاپم 24 پیپته، میذارمش روی 50 پیپت یا 5 پیپ. تا این فریم میذارم یه ذره بالاتر و توی معامله میمونم تا حالا به اون لولی که میخوام برسه دیگه. اینجا نزدیکترین نقدینگی 1 ساعته میشه این صف که 2.44 تا ریواردو بهمون میده. اگر تایمینگ مستری رو خوب یاد گرفته باشید متوجه میشید که توی این حرکت های فیک شما نمیتونید، اصلا سیستم بهتون اجازه معامله زدن نمیده. اوکی؟ و شما توی بهترین جایی که هست وارد میشید، استاپتون هم یه جایی میذارید که خیلی سیفه و حالا به تارگتی هم که میخواید خیلی سریع میرسه. پس معامله روز جمعه میشد این معامله. عرضم به خدمتتون که متاسفانه اینجا طبق همین عکسی که دارید میبینید من میکروفونم قطع شده بود و من اطلاع نداشتم. پس سعی میکنم که یعنی مجبورم که دوباره این محدوده رو دوباره با هم دیگه بک تست بگیریم. پس ریپلای مودو میذارم روی دوشنبه. انتظار یه حرکت صعودیه برای روز دوشنبه. یه مقدار سریع این کار رو انجام میدم. تایم فریم پایینتر اینجا ساعت 1 و 30 دقیقه رو علامت میزنم. میرم تایم فریم 1 ساعته که آرایه هامو پیدا کنم. زمانی که میام 1 ساعته میبینم که اینجا یه دونه بلاک دارم، یه دونم اینجا بلاک دارم، یه نقدینگی دارم. کل همه این حرکتم یه دونه مینت شد برای من داره. پس میرم تا این فریم 5 دقیقه و اتفاقی که میفته اینجا ساعت 1:30 به بعد من به این بلاک برخورد میکنم. اینجا ریجکشن میده بهم. توی این کندل شکست قوی رو میده و معامله میزنم. من این لایف ترید رو توی کانال گذاشتم. یه معامله اینجا داشتم. معامله اولم استاپ میشه. اما معامله بعدی زمانی که میاد و به این نقدینگی برخورد میکنه اینجا بهم یه دونه اینگالف میده. زمانی که اینگالف میده انتظار دارم که برگرده به 50% این اینگالف. پس علامتش میزنم میرم 1 دقیقه و اینجا برمیگرده و منتظرم که یه دونه اینترمدییت برای من بشکنه و نزدیکترین اینترمدییت من میشه این لول. و زمانی که این لول با قدرت بشکنه مثل این کندل اینجا معامله میزنم. استاپ ها میذارم روی 5 پیپ و به قیمت اجازه میدم که به سمت بالا حرکت کنه و نزدیکترین تارگتی هم که هست فکر میکنم نزدیکترین نقدینگی 1 ساعته میشه این لول که حالا قیمت میره خیلی سریع و شارپی هم میگیره. پس برای روز دوشنبه یه استاپ داشتیم. معامله بعدی معامله سودده بود و 5 تا هم ریوارد میداده که یه استاپ ازش کم کنیم میشه 4 ریوارد مثبت برای روز دوشنبه. من دیگه زیاد وقت نمیذارم واقعیتش توی این روزا و میرم برای روز بعدی چون خیلی راحته. چندین بار ما در مورد اینا صحبت کردیم. برای روز سه‌شنبه با یه سم نزولی بوده. کندلشو نشون میدم. میرم تایم فریم 5 دقیقه ساعت 1:30 علامت زدم من خودم از قبل. پس میرم تایم فریم 1 ساعته و شروع میکنم به پیدا کردن آرایه هامو علامت میزنم. اینجا بلاک دارم که سوینگی داره. پس مینت شولدم داره. 3 تا لول دارم. یه دونه این لول، یه دونه 50%، یه دونه که نقدینگی این بالا. حالا اتفاقی که افتاده خود بلاک قبل از تایم معاملاتی مصرف شده پس اهمیتی نداره، ولی 50%ش اهمیت داره که میشه اینجا. و زمانی که به این 50% برخورد میکنم مومنتوم رو دارم میبینم. قیمت برمیگرده به 50% که من لایف ترید همین ویدیو رو توی کانال گذاشتم. فکر میکنم اینجاها یه جا وارد شدم و روی این لول که یه ایکوال لوه خارج شدم و فکر میکنم 2 مایز خورده ریوارد هم به من داد توی این معامله. یعنی اینجا وارد شدم با این کندل. استاپ هم اینجا بود و تارگت هم این ایکوال بودش. آره که 2 ممیز تقریبا 2 تا ریوارد رو به هم داد که اگر شما معاملتون هم نمیبستید برمیگشت و استاپ میزد. خب و متاسفانه اینجا از لول دیگه حرکت نمیکرد. پس بهترین معامله همین معامله بود و همین. پس توی روز سه‌شنبه هم با اولین معامله میتونستیم که اون ریواردی که میخوایم رو بگیریم. 4 تا بذارم دیلی دوباره بیام تایم فریم بالاتر. برای روز بعدی انتظار حرکت نزولی داشتم. علامتش میزنم
ساعت 1:30 من اینجا. بازم این لایف ترید رو من توی کانال گذاشتم، میتونید ببینید. آرایه‌ای که بهش برخورد کردیم اینجا برای روز چهارشنبه، آرایه‌ای که بهش برخورد کردیم اینجاها هیچ آرایه‌ای نداریم. زمانی که زیر این لول میبندیم، یعنی از ساعت 4 به بعد میتونیم که وارد معامله بشیم. تایم فریم پایین ترش اینجا ساعت 4 که کندل ساعتی بسته میشه. توی این کندل ما دنبال واکنش گرفتنیم. اینجا به سمت بالا حرکت میکنه. فعلا بیشتر از 5% این کندل رو کلوز نمیدیم. تو این کندل میدیم که تو برگشت این کندل واکنشمون فیل میشه. توی این محدوده باز بیشتر از 50% رو ما کلوز نمیدیم، برمیگرده واکنشمون فیل میشه. توی این کندل هم ما CISC داریم و توی CISC هم انتظار داریم که قیمت به 50% لگ 1 دقیقه‌مون برگرده که میشه اینجا. حالا کندل رو میرم جلو، این لگمو دائما یعنی آپدیت میکنم که اینجا برمیگرده. نزدیکترین اینترمدییت هم میشه این لول که این لول الان با قدرت بشکنه که توی این کندل میشکنه. من میتونم وارد معامله بشم. استاپ هم میذارم روی 5 پیپ و به سمت پایین حرکت میکنم. حالا معاملش میشه یه همچین معامله‌ای که میگم من لایف تریدش رو توی کانال گذاشتم. شما توی این محدوده هر جایی که صلاح دونستید و طبق اون بک تستی که داشتید میتونید یه جای خارج بشید. حالا زیاد اهمیتی هم نداره که چند تا ریوارد میخواید بگیرید و اینا، که میگم بستگی داره به همون سیستمی که خودتون بک تستش کردید. عرضم به خدمتتون که این برای روز سه‌شنبه، برای روز چهارشنبه، برای روز بعدی چطور. ببخشید یه ذره کم حوصله دارم توضیح میدم، به خاطر اینکه میگم یک بار اینو من کامل و با دقت و با جزئیات بررسیش کردم. الانم چون میخوام ویدیو رو براتون آپلود کنم واقعیتش نمیخوام، یعنی نمیتونم بعدن دوباره این کار رو انجام بدم، پس دارم سریع این کار رو انجام میدم. برای روز بعدی یعنی پنجشنبه بایس هم سعودیه. 5 دقیقه رو اگه نگاه کنم ساعت 1:30 علامت بزنم میشه این لول. کل این حرکت نزولی توی 1 ساعته برای من یک آرایه 1 ساعت است. اوکی، که 50%ش اینجا مهمه. اینجا به خود بلاک برخورد میکنه اما واکنش نمیده، برمیگرده 50%. من اینجاها باز اینم من توی همین ویدیویی که اول همین ویدیو گذاشتم نشون دادم که اینجا یه دونه معامله داشتم اما در نهایت برگشته و فری زده و دیگه معامله نکردم و کل روزم رنج شده. یعنی عملا نمیتونستیم معامله درست رو بگیریم. باعث احتمال خیلی زیاد سعودی بوده، اما این حرکت به خاطر یه خبر بوده که دیگه کلا قدرت روز گرفته، یعنی جون روز گرفته، دیگه نتونسته بیشتر از این به سمت بالا حرکت کنه. حالا من این روزم بایسش رو اشتباه در نظر گرفتم، یعنی قرمز علامتش زدم، گفتم که اب نداره، با اینکه به نظرم بایسمون درست بود من بازم اشتباه در نظرش میگیرم، برای اینکه میخوایم یه حالتی رو در نظر بگیریم که توی بک تست خب ما یه بدترین شرایط رو در نظر میگیریم دیگه. اوکی، برای روز بعدی جمعه چطور؟ انتظار یه حرکت نزولی بود. پس تایم فریم 5 دقیقه اگه بخوایم بررسی کنیم، من 2 تا زون معاملاتی رو مشخص کردم. معاملاتم و من همین اول ویدیو که نشون دادم یه معامله اینجا زدم، یه معامله اینجا، معامله بعدی من اینجا بود. خب اما معامله بعدی توی 5 دقیقه من اینجا نتونستم معامله کنم، به خاطر همین توی 15 دقیقه اینجا یه دونه بلاک داشتم خب که برمیگرده به این بلاک و از ساعت 10:30 به بعد میشه معامله زد. من فقط این معامله که تایم فریمش 15 دقیقه است رو بررسی میکنم، بقیه‌اش بررسی کردنش کاری نداره، واقعیتش خیلی راحته. بر فرض مثال اینجا برمیگرده به 50% و شما اینجا میتونی معامله کنی، یا هر چیز دیگه ای ساعت 10:30 به بعد اینجا که قیمت برمیگرده به این بلاک با شکست این اینترمدییت اینجا میشد معامله بزنی. اما به خاطر اینکه آرایت از 15 دقیقه اومده باید استاپتو یه مقداری منطقی تر بذاری، یعنی بذاری بالاتر که من یه همچین معامله‌ای زدم. آره کلا یه دونه ریواردم بیشتر نگرفتم. در نهایت این روزم با ضرر بسته شد چون 2 تا استاپ داشتم و یه دونه سود، اما هیچ مشکلی نداره چون از اول هفته معاملات خیلی خوب و با کیفیت بالایی
داشتم. پس نتیجه این 2 هفته گذشته به این شکل میشه که از 10 روز ما 7 روز بایسمون درست بوده، یعنی میشه 70% دقت در پیدا کردن بایس، اما معاملاتمون دلیل نمیشه که حتما 70% باشه، چون که مشخصا قبل از اینکه بعضا پیش میاد که ما قبل از اینکه بخوایم معامله اصلی رو بگیریم یه دونه استاپ بخوریم. اوکی، پس با وین ریت معاملات کاری ندارم، اما وین ریت بایسمون 70% که همین برای بایس کفایت میکنه توی 2 هفته معاملاتی. و همین، امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید واقع بشه. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.